شرایط عادی حکومت به اسرائیل 300 موشک حمله کرد و اسرائیل با اینکه بمب آتم دارد ولی حکومت را تهدید به استفاده از بمب آتم نکرد. ولی حکومتی که بمب آتم ندارد فقط با خوردن یک موشک چرا رو آورده به تهدیدات آتمی؟ جواب این سوال بسیار ساده است. حکومت تا قبل از حمله به اسرائیل تمامی قدرت موشکی خود توسط نیروهای نیابتی خود استفاده کرده بود و می‌دانست که هیچ کارایی ندارند و تنها امید و آرزویی که در سر می‌پرورند این بود که با تعداد زیاد حمله موشکی شاید بتواند گنبد آهنین را نابود کند و این موقعیت را بهترین زمان برای تست این فرضیه که با تعداد بالا حمله کند و از جهت‌های گوناگون به دست آورد، اما نمی‌توانست که با این کار هم ماسک درت موشک